پنیر از خانواده بلو چیز پنیر دوورن هستش. میدونم اسمش خیلی بد قلقه تو دهن اصلا نمیچرخه برای تلفظ، که از یک روستای خیلی کوچیک به اسم اوورن تو جنوب فرانسه میادش. تو نگاه اول میگیم بابا این که همون قاکفوقه، ولی پنیر بلو دوورن از شیر خام گاو تولید میشه و قاکفوق گفتم دیگه از شیر خام گوسفند تهیه میشه. 2 تا حیوان مختلف، 2 تا شیر مختلف، طعم شیرها متفاوت، طعم پنیر هم متفاوت میشه. استفاده از شیر خام گاو باعث شده که این پنیر خیلی طعمش قوی تر، رنگش یک کوچولو مایل به زرد باشه و خامه‌ای تر باشه. پنیر بلو دوورن هم مثل خیلی از پنیرهای دیگه یه پنیر همه کاره هستش، هم به صورت خام و هم به صورت پخته شده میتونید ازش استفاده بکنید. این 2 تا پنیر رو هیچ وقت با همدیگه یکی ندونید. به قول فرانسوی‌ها rien à voir، چون هیچ ربطی به همدیگه ندارن. تا فردا شب و یه پنیر دیگه. فعلا